چیز سوم عزیزان، خبرها می باشد، خبرهایی که به ما فایده ندارد. اینجا خبرها، بعضی خبرها هستند درباره مثلا جنگ هایی که شده ایستاده است، یا درباره بعضی آفت های طبیعی، یا درباره رفت سیاست در بعضی کشورها که مؤمن باید مثقف باشد، یا گفتیم با فرهنگ باشد. در کدام اصل زندگی داری، حالت سیاسی یا حالت اجتماعی تو چگونه هست، از عصر خودت، از مردمی خودت باید با خبر باشی، از سیاست کشورت، از سیاست جایی که تو زندگی میکنی، از زبان اون باید با خبر باشی. وگرنه یک آدمی عقیبونده هستی که دیگر خیلی حالتت یعنی رحم آور است. اما خبر یک سراینده، خبر یک بلاگر که صف این بلاگرها رو الله کم کنه، خیلی زیادن، خبرهاشون هم خیلی زیاد. خبر این، خبر یک اکتیور، خبر یک آدمی شناس، فلانی مرد، فلانی صاحب فرزند شد، فلانی شوهر کرد، فلانی طلاق گرفت. با اینها ما چیکار میکنیم؟ و زیادی این خبرها فقط برای خیلی گفتم پرسماتر است، برای تماشابین است. مثلا درباره زندگی یک نفر که عبرت برای شما باشد، قصه های عبرتناک در قرآن هم زیاد هستند، شما دیدید و عبرت گرفته. درباره فریب خوردن اما حقیقت داشته باشد، قصه زنده حقیقی باشد، یا فیلم مستند هم میگوییم، اون چیز دیگر است. اما خبرهای بردروغه که یا خبرهایی که پوچ به معنا هستند، به درد ما هیچ نمیخورند، به ما چه اصلا. من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنی، حدیث پیامبر. یعنی تو چگونه مسلمان هستی، مسلمانی تو تا چه اندازه خوب و بهتر است، از آن معلوم می شود که تو چیزهایی که به تو رابطه ندارد ترک کنی، چیزی که به تو هیچ علاقه ندارد تو ترک کنی، از پای خودت باشه. به نزدیکی کتاب خوانده بودم درباره حکمت های ابن سینا که نویسندش ترک بود، ولی یک جمله ابن سینا خیلی هوشم را گرفت که میگوید با خود مشغول شو و برای خود مشغولیت پیدا کن، که اگر با خود مشغول نشوی و به خودت مشغولیت پیدا نکردی، با دیگران مشغول میشوی. وقتی با دیگران مشغول میشوی، بلای دیگران میشوی. یعنی کسایی که با خبر دیگرها همیشه مشغول هستند، از خبر خانه خود تماما بیخبر هستند. ببینید به جای این چیکار کرد و آن چیکار کرد، با فرزندت نشین، از او بپرس که حالت چی است، چه خبر داری، چه آرمان و آرزوها داری، چه نقشه ها داری، چه نارسایی ها داری. با شوهرت نشین صحبت کن، با زنت صحبت کن، با خواهرت صحبت کن، با برادرت صحبت کن، با یگان دوست نزدیک کن. این صحبت ها به تو تاثیر میگذارد. از آرزوهای اهل خانه خود بیخبر هستیم، از هدفهای اهل خانه خود بیخبر هستیم، اصلا بیخبر هستیم که تا اندازه رسیدیم که اهل خانواده ما تصمیم و برای آینده نقشه هم ندارن، چون مثل ما همیشه روبرت‌های روبروی اکران هستن، فقط مشغول خبر این و خبر آن